که دیانوز برفتوس گزیدی شدیدی شوشی روز قسم پایانی نورسوی وظیفه شوش دقیق نفس گپتیتی مزمنی ویروسی گفته چه همش جای حالت روز کردن می‌وادن این گپای و همش بر اضافه گیه. منظور طبیب از اضافه‌گویی ها همان آوازه و بحث هاست که بعد از مرگ ادوکت مشهور فیض‌نسا واحدова برخاست. با گفته طبیبان آنها را در تشخیص و طبابت نادرست گناهکار می‌کردند. 17 دکبر ادوکت فقید به بیمارستان خصوصی طبابت لازری نرگس مراجعت کرده است. طبیبان این مرکز میگویند هنوز سال 2015 میدانستند که فیض‌نسا واحدова گرفتار هپاتیت B است، اما هنگام مراجعت فهمیدند تا حال طبابت نگرفته است. معلوم طبابت نگرفتیم مثلا هپاتیت نه اهمیت دادیم نه من جلوش که کاری کشتم گفته پنیومنی که اینجا بسیاری شده وقتی که بهتر شده ساله این بیماری بهشان اوج گرفت هپاتیتشان. فیض‌نسا واحدова تا 25 دکبر در مرکز نرگس معالجه می شود. روز آخر بیماریش اوج می گیرد و او را به بخش احیای بیمارخانه شهر خوجند می آورند. طبیبان این شعبه می گویند 5 سال طبابت نکردن هپاتیت باز ضیق نفس داشتن به وضع من بعده فیض‌نسا واحدова تاثیر کرد. با نورسوگی گردش خون و نورسوگی دل و رگ‌ها و ششم острый легочный сердечный достаточно میگیم که نو بسته از برون طبابت بیماریشون بیمار بازمی میمون. تا 3 دکبر فیض‌نسا واحدова در بخش احیای بیمارخانه شهر خوجند طبابت میگیرد. طبیبان میگویند بگاهی همان روز پیوندانش زبان خط نوشته او را از شعبه احیای آنها بردند. یک چندی مرتبه توصیه دادیم که طبابت همین جوی گیرن این خیلی بیمارون جرموندن به حالتشون وزمین‌تر میشه. نه بس تحقیق ما اماسیتی ما خیشواندان بیمار دست کشیده فرزندشون پسرشون زمان خط نوشتن که ما از دوام دادیم طبابت در بیمارخانه دست کشیده و دکتران یگان خیلی دوام نیست. فیض‌نسا واحدова 4 دکبر ساعت 2 شب در بیمارخانه باباجان غفوروف وفات میکند. پس معلوم می شود پیوندان او را از شعبه احیای بیمارستان شهر خوجند نه به خانه بلکه به بیمارخانه ناحیه باباجان غفوروف آوردند. پیوندان فیض‌نسا به رادیوی آزادی گفتند گمان داشتند در این بیمارخانه حالش بهتر می شود.